سلام دوستان، خوش آمدید به مستند باز. اول از همه خواستم تشکر بکنم از اینکه دارید ویدیو ما رو تماشا میکنید و اگر دوست داشتین کانال ما رو به دوستاتون که مستند باز هستن معرفی بکنید و سابسکرایب یادتون نره. همونطور که میدونید ما توی کانالمون هر دفعه یکی از بهترین مستندهای نتفلیکس رو بررسی میکنیم که اگر دوست داشتید برید فیلم کاملش رو تماشا بکنید. مستندی که امروز میخوایم براتون بررسی بکنیم اسمش هست Girl in the Picture. اینو باید بگم بهتون که این مستند از روی یک کتابی به اسم A Beautiful Child برگرفته شده. A Beautiful Child در واقع یک کتاب بسیار پرفروش بوده که بر اساس یک مستند جنایی ساخته شده. داستان از این قراره که چند نفر داشتن توی یک جاده میرفتن و میبینن یه خانومی کنار جاده افتاده. بعد از اینکه میبرنش بیمارستان بعد از چند ساعت فوت میکنه. یه آقای نسبتاً سن و سالداری میاد بیمارستان و به اسم کلارنس که خودشو همسر این خانم معرفی میکنه و در واقع یه پسر بچه کوچیک به اسم مایکل هم پسر این خانم بوده. این دختر موقعی که از دنیا میره 20 سال بیشتر نداشته. حالا یه ذره فلش بک بزنیم به اول داستان ببینیم که اصلا این دختر کی بوده. Investigation showed she went by many names, like Tanya D. Hughes and Tanya Dawn Tadlock. But who was this woman and who killed her? تانیا بسیار دختر باهوشی بوده. خیلی علاقه داشته به هوا، فضا و مطالعه کردن. در واقع بعد از اینکه این دختر فوت میکنه بچه این خانم رو در واقع مایکل رو میسپارن به این خدمات اجتماعی که یه سرپرست دیگه براش پیدا بکنن، چون که توی بیمارستان میبینن که تانیا توی صورتش بدنش پر از کبودی بوده. در واقع میفهمن که بسیار آزار دیده، آزار جسمی و جنسی. بچه رو از این آقا میگیرن که در واقع پدر مایکل میشده و میدنش به یه خانواده دیگه. بعد از یه مدت که این بچه مدرسه میرفته و به اون خانواده عادت کرده بوده، این آقا میره مدرسه و این بچه رو میدزده. پلیس اینو دستگیر میکنه به خاطر اینکه پدر مادر جدید بچه متوجه میشن که بچه رو دزدیدن و میفهمن که در واقع پدر بچه رو دزدیده و هر چقدر بررسی میکنن هیچ وقت مایکل رو پیدا نمیکنن. هم بچه هم مادر سرنوشت بسیار عجیبی داشتن. حالا یه ذره فلش بک بیشتری بزنیم. در واقع تانیا توی یک کلابی کار میکرده و همون موقع هم دوستاش میگن که خیلی وقتا میومد که بدنش تمام کبود بود، زخمی بود و اینکه خیلی به شدت به پسرش وابسته بوده و هیچ جا بدون پسرش نمیرفته و شوهرش که همین آقایی که سن و سال داره میومده دنبالشون میبردتشون در واقع یه حالت این که زندانیشون کرده باشه. بعد از اینکه مایکل و این آقا میدزده تلویزیون‌ها شروع میکنن تو اخبار نشون دادن، هم تانیا رو نشون میدن هم مایکلو که میگن که یه همچین بچه‌ای دزدیده شده، اگه کسی پیداش میکنه به پلیس خبر بده. Tanya Hughes was the mother of the boy kidnapped from the Choctaw Elementary School, but she was run over by a car in Oklahoma City in 1990. Leads concerning Michael Hughes should be directed to the FBI at 842-7471. یه خانومی داشته تلویزیون تماشا میکرده و متوجه میشه که اصلا این خانم اسمش تانیا نیست و به پلیس زنگ میزنه، میگه که این خانمی که شما به اسم تانیا دارید معرفی میکنید اصلا اسمش تانیا نیست. من با این خانم مدرسه رفتم، سالها با هم دوست بودیم. She was my high school best friend. اسمش شارونه، شارون مارشال. در واقع هویت این خانم کاملا یه چیز دیگه بوده و حالا بهتون نشون میدم که اول روی سنگ قبر این خانم به اسم تانیا بوده، بعداً عوضش میکنن. این هم کلاسی قدیم شارون وقتی که میاد با پلیس صحبت میکنه میگه که شارون بسیار دختر زیبا، بسیار دختر باهوش، حتی از دانشگاه جورجیا بورس کامل بهش میدن که در رشته هوافضا دانشگاه بره و درس بخونه، اما هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیفته. این خانم تعریف میکنه که یک شب که خونه تانیا بوده، در واقع خونه مارشال بوده، توی تخت با هم دیگه خوابیده بودن و اینکه یه دفعه پدر مارشال میاد تو و به این دختر تجاوز میکنه. دوستش هم توی اتاق بوده. یعنی شما تصور بکنید که رفتید خونه دوستتون، توی اتاق با دوستتون خوابیدین، پدر دوستتون میاد به دوستتون تجاوز میکنه و کارش تمام شد از اتاق میره بیرون. یعنی اصلا باور نکردنیه. در واقع دوست مارشال میگه که من مدت‌ها همینطوری مونده بودم که اصلا واقعا باید چیکار کنم. اصلا میترسیدم به کسی بگم، به خانواده‌ام، به معلممون، به هیچ کس. که در واقع مارشال میاد بهش میگه که ببین ناراحت نباش، من خودم با این موضوع مشکلی ندارم و تو هم با این قضیه مشکلی نداشته باش. میگه تمام مسئولیت خونه با این بوده، کار میکرده، ظرف میشسته، خونه تمیز میکرده و گفته بوده که وقتی 2 سالش بوده مادرش از دست داده و مجبوره که با پدرش زندگی بکنه. شارون مارشال قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه باردار میشه.
میشه. مایکل رو باردار میشه. از کی؟ قطعاً از پدرش. در واقع پدرش مجبورش میکنه که باهاش ازدواج بکنه. ولی چیکار میکنه؟ هویتشون رو عوض میکنن. یعنی با اسم و فامیل دیگه‌ای با دختر خودش ازدواج بکنه. ولی حالا یه ذره برگردیم به عقب‌تر. پدر مارشال خیلی وقت بوده که زندان بوده، یعنی نزدیک 10 سال 15 سال زندان بوده به خاطر جرم‌های مختلفی مثل کودک آزاری، زن آزاری، دزدی. این آقا بعد از اینکه از زندان آزاد میشه با یه خانومی آشنا میشه که این خانم 3 تا بچه داشته. این خانم به یه جرمی میفته زندان به مدت 30 روز و این آقا بچه ها رو بر میداره و 2 تاشونو میده به پرورشگاه و این تک بچه رو، یعنی در واقع همین مارشال رو نگه میداره. در واقع اصلا این دختر اصلی خودش هم نبوده، این بچه رو دزدیده بوده. حالا ما توی تصویرها بهتون مادر اصلی شارون مارشال رو نشون میدیم که میرن بررسی میکنن، میبینن که اصلا اسمش شارون مارشال هم نبوده، اسمش سوزان بوده و پدر مادرش هنوز زندن. ولی این قضیه نزدیک 10-12 سال طول میکشه تا پلیس میفهمه که اصلا پدر مادر اصلی این بچه کی بودن، این بچه چه اتفاقی براش افتاده بوده. مثلا 3-4 سالش بوده دزدیده بودنش، نذاشته بود که این آقا مدرسه بره، تحصیل بکنه، دانشگاه بره، در صورتی که بسیار بچه باهوشی بوده. Once the next day we get the birth certificate back and that birth certificate has her parents' names on it. Sandra Brandenburg and Clifford Savakis. قضیه به این صورت میشه که فکر کنید یا دختر بچه‌ای، مامانش به مدت 30 روز میفته زندان، شوهر مادرش برش میداره، در واقع میدزدتش، میبره تو خونه اسیرش میکنه، بهش تجاوز میکنه، حاملش میکنه، کتکش میزنه، زندانیش میکنه و مجبورش میکنه بره توی کلاب کار بکنه. کسی که اینقدر باهوش بوده که توی دانشگاه به عنوان دانشجوی برتر و بورسیه برای رشته هوافضا بهش این امکانات رو داده بودن، ولی بعد توی کلاب کار میکرده و استریپر بوده. تمام جرم ها رو آخر سر به گردن این آقا میندازن و توی زندان میندازنش. ولی قبل از اینکه حکم اعدامش قطعی بشه، تو سن 70 خورده سالش بوده، از دنیا میره و هیچ وقت مایکل رو پیدا نمیکنن. یعنی در واقع سرنوشت این بچه معلوم نیست که مرده زنده است. بر اساس دی ان ای سوزان که در واقع همون تانیا و مارشال ما بوده، میفهمن که از این آقا 2 تا بچه دیگه هم داشته، ولی هنوز نمیدونن که اون بچه‌ها کی هستن. بچه‌ها فروخته شدن یا به سرپرستی کسی گرفته شدن یا اصلا مردن. بعد از تمام این ماجراها این داستان در واقع خیلی مورد توجه قرار میگیره و سنگ قبر این دختره که تانیا بوده عوض میکنن و به سوزان تغییرش میدن و همینطور که توی تصویر میبینید خیلی مورد توجه قرار گرفته، ولی فایده نداشته دیگه، اون از دنیا رفته بوده. خیلی اعتراض میکنن که چرا مادر این بچه بعد از اینکه میفهمه که شوهر سابقش بچه‌شو دزدیده بیشتر نمیره دنبالش، نمیره پیدا بکنه این بچه رو که دچار این سرنوشت نشه. خیلی‌ها همه این تقصیرها رو گردن مادر این بچه میندازن. هنوز مادرش زنده است، پدرش زنده است، ولی سوزان دیگه وجود نداره، بچهش دیگه وجود نداره و سرنوشت خیلی عجیبی داشته. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً یادتون نره که سابسکرایب بکنید و اینکه این کانال رو به دوستاتون هم معرفی بکنید و اگر فیلم مستند دیگه‌ای هستش که دوست دارین راجبش صحبت بکنیم و یا بررسی بکنیم، حتما کامنت بذارید و به ما بگید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.